سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به کانال علیتوب ترا. اول سابسکرایب کنید، لایک کنید، بریم سراغ اینکه فیلم نیلگون رو ببینیم یا نبینیم. به نظرم وقتتون رو تلف نکنید. اگر فیلم فسیل رو یه بار دیگه اکرام می‌کردم بهتر از این فیلم رو. یه فیلم بی سر و ته، خیلی مبتدیانه. اصلا به نظر من کارگردان بیان کرده گفت آقا هرچی بازیگری دارید بذارید کنار، از اول شروع کنید، یه نوع بازیگر باشید. تیزرشو میذارم ببینید، ولی فیلم همون دقیقه اول کامل میتونید حدس بزنید که داستانش چی. روزی که ترسم از بین بره جوری عاشقت میشم که از عشقمون کتاب بنویسم، فیلم بسازم. این کادوی یه عاشق بی پول فراریه. به این بلور برف قسم میخورم عاشقتم. قسم میخورم عاشقتم. بعد عاشقتم. من میدونم عاشقش بودی، ولی قرار نیست هر عشقی به نتیجه برسه. آسمونم قاطی کرد، دیگه بهش اعتماد ندارم. گفتم با کی حرف میزدی؟ با هیچکی. میگن عاشقا و احمقا شبیه همن. تو تعیین میکنی من کدومشم. تنها نقطه عطف این فیلم میدید کجاش بود؟ یه جا هست مترجم میره تو یه جاش هست مترجم میره توی کیشو دنبال باباش میاره. به نظر من بهترین قسمت فیلم هم اونجا بود، ولی واقعا خواهشان از این فیلم ها نسازید. یعنی کمدی ببینید، وقتتون رو بذارید یه ساندویچ بخورید، از این فیلم ها خیلی بهتره. من به جای شما رفتم عمرم رو تلف کردم که بهتون بگم این فیلم رو نبینید. آقا نبینید. ما این فیلم رو اومدیم سینما 4 دیدیم. باورتون نمیشه کلن جمعا 6 نفر تو سالن بودیم که 2 نفرم فکر کنم 10 دقیقه اول گذاشتن رفتم دیگه. من فکر می‌کردم تو خونه دارم فیلم نگاه می‌کنم. فکر کنم 20 سال پیش آخرین بار بود که همچین صحنه‌ای رو می‌دیدم تو سینما. الان یه تیکه فیلم گرفتم براتون میذارم. باشه، به این بلور برف قسم میخورم عاشقتم. نفهمیدم چی شد، فقط میدونم سردته. بعدم بهت میگم. برام مهمه الان بدونم چند وقت شب کجا بودی؟ بیرون بودم پیش یکی از دوستان. شب ولنتاین هر کی بیرون باشه یعنی عاشق یکی شده. خب خیلی ممنون که این ویدیو رو با من بودیم. حتما چنل سابسکرایب کنید و برید ویدیوهای دیگه رو هم ببینید.